سلام علاقمندان عزیز از چشمانداز ژئوپلیتیک اوراسیا و مهمترین رخدادهای منطقه و جهان تمرکز داریم. جنگ در اوکراین متوقف نشده و هنوز هم با مو شدت خود جریان داره. در روزهای گذشته طرف اوکراین هم حملات زیادی داشته یا حرکت‌های داشته که مناطق از دست رفته را پس دوباره تحت کنترل خود بیاره. فعلا در یکی دو روز گذشته میبینیم که در نوو ایگوروفکا ارتش روسیه پیشروی کرده و این دهکده را تحت کنترل خود در آورده. نوو ایگوروفکا در لوهانسک قرار داره. البته آخرین مناطقی از لوهانسک است که تا حالا تصفیه نشده و حالا میبینیم که در این بخش ارتش روسیه پیشروی کرده و نوو ایگوروفکا را تحت کنترل خود در آورده. در ولیکایا نوو سیولکا، البته در دونتسک، در هفته های گذشته و در ماه های گذشته جنگ بسیار شدید جریان داشت و طرف اوکراین بسیار زد کوشید که این منطقه را تحت کنترل خود حفظ بکنه و سقوط نکنه. اما دیدیم که در دو سه روز گذشته این منطقه یا این دهکده سقوط کرد، تحت تصرف ارتش روسیه قرار گرفت. اما از همان روزی که این منطقه سقوط کرده ارتش اوکراین نیروی جدید میکشه و کوشش میکنه که این را پس دوباره به دست خود بیاره. جنگ بسیار شدید جریان داره. باز هم ارتش روسیه تانسته که موضع خود در اینجا حفظ بکنه و ارتش اوکراین نتانه که منطقه را پس دوباره به دست خود بگیره و یا هم تحت کنترل خود در بیاره. در کورسک هم تغییرات را ما میبینیم، البته در منطقه نیکولسکایا تحت کنترل ارتش اوکراین بود که فعلا ارتش روسیه در اینجا وارد شده و عملیات تصفیه راه اندازی کرده که این منطقه را به طور کامل از کنترل و یا هم از دست ارتش اوکراین خارج بسازه. محله یا دهکده دیگه به نام ولکوو در دونتسک قرار داره که این هم به تاریخ 21 جنوری سال 2025 تحت تصرف ارتش روسیه قرار میگیره و ارتش اوکراین از اینجا مجبور به عقب نشینی میشه. در دونتسک یک منطقه است به نام ماکایفکا و در پهلوی از این دهکده که هم مربوط به ماکایفکا میشه ارتفاعات بسیار استراتژیکی وجود داره از لحاظ نظامی که اگر کسی این منطقه را به دست خود داشته باشه پس بالای تمام اطراف این منطقه حاکم می باشه و بسیار به سادگی میتونه که به اهداف نظامی البته انداخت انجام بده و یا هم دشمن را مورد هدف قرار بده. در اینجا جنگ جریان داشت. حالا میبینیم که به تاریخ 21 جنوری سال 2021 این ارتفاعات و یا هم بلندی ها تپه هایی که در نزدیکی ماکایفکا قرار داشت هم امروز سقوط میکنه و تحت تصرف ارتش روسیه قرار میگیره. همچنان در کورسک دهکده به نام نیکولایو دارینو بود که در اینجا جنگ بسیار شدید جریان داشت در ماه‌های گذشته، نه تنها روزهای گذشته، که حالا دیده میشه که ارتش روسیه این منطقه را به طور کامل نیکولایو دارینو را تحت کنترل خود در آورده. ارتش اوکراین را از اینجا مجبور به عقب نشینی کرده و در اینجا میبینیم که فعلا ارتش روسیه بیرق ملی روسیه را تانسته که پس دوباره به اهتزاز در بیاره و دشمن را از این منطقه دور بسازه. فراموش نکنیم که نیکولایو دارینو مستقیما در سرحد اوکراین قرار داره، یعنی آخرین دهکده ای است که به اوکراین منتهی میشه و این منطقه برای فعلا سقوط میکنه و بسیار مهم است این منطقه، چون نیکولایو دارینو وقتی که تحت کنترل ارتش روسیه باشه پس از اینجا ارتش روسیه دیگه در قدم بعدی میتونه که به منطقه سومی اوکراین یا حملات انجام بده یا مداخله نظامی انجام بده و یا هم عملیات کشفی نظامی در اینجا راه اندازی بکنه، چون این آخرین دهکده ای است که در این بخش البته که به سرحد اوکراین منتهی میشه. آخرین دهکده ای است که در نزدیکی اوکراین در کورسک قرار داره. چیز دیگه که در مورد از این دهکده باید بدانیم او ای است که پس از این ارتش روسیه میتونه که به سمت نقطه سرحدی که در ولسوالی سودجه قرار داره البته و شهر سودجه قرار داره به این سمت همچنان حمله بکنه و عملیات انجام بده. یعنی که از دو سمت میتونن که برای فعلا بالای سودجه
اینا عملیات انجام بدن و ولسوالی بسیار مهمه که در این منطقه وجود داره و اول بار سقوط کرده بود را پس دوباره تحت تصرف خود بیارند و در امتداد سرحد با اوکراین پیشروی بکنند. و در کورسک میبینیم که در دهکده ویکتوروفکا همچنان ارتش روسیه بالای مواضع اوکراین شدیداً حمله کرده و در اینجا همچنان پیشروی کرده. در مورد تصفیه ازی هنوز چیز گفته نمیتونیم چون عملاً جنگ جریان داره، اما ارتش روسیه در اینجا نقشه میره نشان میده و گزارش های هم وجود داره که ارتش روسیه به ویکتوروفکا داخل شده و در اینجا شدیداً اینا کار دارن که این منطقه را تحت کنترل و تصرف خود در بیارند. دهکده زاپادنویا همچنان سقوط میکنه و ارتش روسیه به تاریخ 21 جنوری سال 2025 منطقه را تحت تصرف و کنترل خود در میارن. ارتش اوکراین از این منطقه مجبور به عقب نشینی میشه و این منطقه را به ارتش روسیه واگذار میکنن. اینا میدونیم که زاپادنویا در خارکیف قرار داره و حالا میبینیم که ارتش روسیه در این بخش از جبهه هم در حال پیشروی است. در سمت پوکروفسک ما خبر داشتیم که ارتش روسیه دهکده بارانوفکا را تحت تصرف خود در آورده بود. بیرون از بارانوفکا که به سمت پوکروفسک ما حرکت بکنیم در اینجا سنگرهای بسیار بزرگ و سنگرهای بسیار مستحکمی از اوکراین بود که حالا دیده میشه که ارتش روسیه این مناطق را هم تحت تصرف خود در آورده، البته سنگرهای مستحکم اوکراین را، و یک قدم دیگه به سمت پوکروفسک نزدیک شدن. در تورتسک هم پیشروی صورت گرفته. ما میدانیم که تا 2 ماه قبل شهر تورتسک مکمل به دست اوکراینی ها بود، اما امروز میبینیم که شهر تورتسک دیگه تقریبا بالاتر از 60 یا 70% از تحت تصرف ارتش روسیه قرار گرفته و هر روز ارتش روسیه چند جاده و چند کوچه را تصفیه میکنه و با کنترل خود در میاره. که فعلا ما از دهکده کریمسکویا گپ میزنیم. کریمسکویا در نزدیکی تورتسک و در مربوطات تورتسک بود، یک دهکده بزرگ بود. در اینجا ارتش اوکراین قرار داشت، اما شب گذشته این منطقه سقوط میکنه و تحت تصرف ارتش روسیه قرار میگیره. و در تورتسک میبینیم که در سمت شمال غربی تورتسک همچنان ارتش روسیه در اینجا پیشروی کرده. البته این منطقه‌ای است که معادن در اینجا وجود داره و معدن شماره 12 و معدن شماره 11 و شماره 10 در این منطقه قرار داره. ما میبینیم که ارتش روسیه در اینجا پیشروی کرده و این منطقه را به طور کامل تحت تصرف خود در آورده و عملیات تصفیه همچنان به طور کامیاب در اینجا انجام دادن. نووسیولکا به این خاطر بسیار زیاد مهم است، البته ولیکا نووسیلکا بسیار زیاد مهم است که چون ما اگر به نقشه میبینیم متوجه میشیم که در اینجا پیشروی ارتش روسیه در کمر جبهه باعث میشه که این خالیگاهی که در دو سمت جبهه با وجود آمده ای پر شوه و ارتش اوکراین که در عمق از این خالیگاه قرار داره و یا هم در عمق از این جبهه قرار داره یا همه به محاصره کامل قرار بگیرن. به این خاطر این جبهه را و این منطقه را ارتش اوکراین در ماه‌های گذشته، در هفته‌های گذشته با بسیار سختی تانسته بودن که دفاع بکنن و حفظ بکنن، اما حالا اینجا سقوط کرده. با وجودی که ارتش اوکراین باز هم کوشش میکنه که ارتش روسیه از این منطقه پس دوباره پس بزنه، اما دیده میشه که در یکی دو سه روز گذشته کوشش هایشان ناکام بوده. آقای دونالد ترامپ احساس کرده که طرح کلانکارانه ایالات متحده برای روسیه و ولادیمیر پوتین قابل قبول نیست و حالا هم آقای دونالد ترامپ میگه که ولادیمیر پوتین باید به برنامه صلح تن بده و قرارداد صلح امضا بکنه و یا هم قرارداد هدفشان از آتش بس است، یعنی آتش بس بکنن، جنگ دیگه نکنن. و آقای دونالد ترامپ میگه که شما ببینن وضعیت اقتصاد روسیه را، شما ببینن تورم را در روسیه. اگر آقای ولادیمیر پوتین صلح نکنه و یا هم آتش بس نکنه، پس یک ضربه بسیار مهلک به مردم روسیه و به اقتصاد روسیه خواهد بود. جالب است آقای دونالد ترامپ متوجه نیست که روسیه سالانه 3.6 تا 4% رشد اقتصادی داره و تورم هم برخلاف کشورهای غربی در روسیه به 10% نمیرسه، بلکه 9.5 یا 9.4% می باشه و در سالهای گذشته اقتصاد روسیه رشد هم کرده. از لحاظ
توانایی خرید اگر ما اقتصاد روسیه رو میبینیم، پس اقتصاد روسیه چهارمین بزرگترین اقتصاد جهان است. آقای دونالد ترامپ فراموش کرده که اقتصاد امریکا بسیار وضعش خراب است و باقیات مالیاتی هم در ایالات متحده در 4 سال گذشته 8 تریلیون دلار اضافه شده. از 28 تریلیون امروز گپش به 36 تریلیون رسیده. یا آقای دونالد ترامپ فراموش کرده و به تشویش عزیز که اقتصاد روسیه فرو میپاشه. دموکرات ها آقای بایدن و وزیر خارجه آقای بایدن آقای بلینکن، اینها کارهایی را که در 4 سال گذشته انجام دادن دستاورد میگن و دستاوردهای با افتخار. خب ما میبینیم که مثلا در اوکراین چی شد. اوکراین یکی از دستاوردهای بسیار سرشار و بسیار افتخارآور آقای بایدن و وزیر خارجه‌اش بود که باید اوکراین را به یک جنگ تمام عیار بر علیه روسیه مسلح بکنه، آماده بکنه و این جنگ بسیار بزرگ را در قلب اروپا راه اندازی بکنه. ما دیدیم که این جنگ چه یک دستاوردهای داشته که اوکراین برباد میشه. کشور اوکراین تقریبا 30% از خاک خود را از دست میده، اردوی خود را از دست میده، نیمی از نفوذ خود را از دست میده که همه فرار میکنن از کشور. امروز اقتصاد اوکراین به سینه است و بدون کمک و بدون خیرات های غربی دیگه هیچ زنده مانده نمیتونه. این دستاورد آقای بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در دوره حاکمیت آقای بایدن بود. چیز دیگه را که اینا دستاورد میگن این بحران نوار غزه می باشد که در سال 2023 از یک جنگ بسیار کوچک آغاز میشه و اینا حمایت میکنن نمیگذارن که صلح صورت بگیره، نمیگذارن که آتش بس صورت بگیره و هنوز سلاح بیشتر به نتانیاهو ارسال میکنن که نتانیاهو باید بم بیشتر بالای مردم خل سلاح ملکی و بیچاره غزه انداخت بکنه. حدود 14,000 بم MK84 به اسرائیل کمک میکنن که در کل اگر ما از وزن این بم را ما میبینیم حدود 6,500,500 پوند بم یا مواد انفجاری به اسرائیل داده که بالای مردم بیگناه غزه باید پرتاب بکنه که در کل وقتی که ما میبینیم این یک دستاورد البته خود آقای بلینکن و آقای بایدن گپشانی است که یک دستاورد بسیار بزرگ است که ما در غزه داریم. 50,000 انسان ملکی و بیگناه باید کشته میشد و حدود بالاتر از 100,000 نفر دیگه به طور بسیار شدید زخمی میشد. نوار غزه مکمل باید ویران میشد و خاک خون کشانده میشد، مردم و خانه های مردم همه چپه میشد، برباد میشد. این برای آقای بایدن و بلینکن دستاورد بود. و مسائل دیگه را که میبینیم که آقای بایدن رابطه ایالات متحده و موقف ایالات متحده را در برابر کره شمالی چقدر متزلزل ساخت و کره شمالی را که ترامپ به دست آورده بود او را مطلقاً از دست داد. این را هم دیدیم که رابطه و اعتبار ایالات متحده در برابر چین هم مطلقاً به خاک یکسان شد، چون حمایت بیش از حد و حمایت بسیار سریع از تایوان باعث شد که چین دیگه از ایالات متحده بیشتر دور شود و بیشتر شاکی باشد. همچنان ما میبینیم که در خاور میانه وقتی که مطالعه میکنیم باعث مشکلات بسیار زیاد در لبنان، در سوریه، این همه دستاوردها البته که آقای بایدن و وزیر خارجه‌اش بلینکن اینا به ارمغان آوردن. در افریقا وقتی که ما میبینیم در افریقا مثلا در ایتوپیا، در لیبیا، در سودان و در حوزه ساحل جنگ های شدید جریان داره و در اینجا مشکلات بسیار زیاد جریان داره و در هر یکی از این امریکا ایالات متحده دست داشت و فعلا ادعا دارن که یک دستاورد با افتخاری است که ما انجام دادیم. در این جریان بعضی از کوشش های وجود داشته در 4 سال گذشته که انقلاب ها وجود داشته، کودتاها وجود داشته که دولت های منتخب و رسمی را میخواستن که برهم بزنن، فرو بپاشانن یا یک اوکراین دوم که در سال 2014 اینا ساخته بودن از چند کشور دیگه میخواستن چون یک کاری بکنن. این ما دیدیم که یک کودتای
غیر قانونی در نیکاراگوآ از طرف ایالات متحده حمایت شد، در بنگلادش حمایت شد، حکومت منتخب فرو پاشید. در سربیا هم چنین کوشش وجود داشت اما ناکام شد و در گرجستان هم چنین کوششی وجود داشت اما ناکام شد و ما میبینیم که امروز گرجستان و سربیا را ایالات متحده مطلقاً از دست داده. این تمام این مسائلی که به طور خلاصه ما در اینجا یاد کردیم. آقای جو بایدن و آقای بلینکن میگن که این دستاورد سیاست و استراتژی خارجی ما بود و ما بالای از افتخار داریم. از توجهتان جهان سپاس. تا گزارش بعدی خدا نگهدار. تقاضای ما از همه دوستان و علاقمندان این است که برداشت خود را، تحلیل خود را و فهم خود را با ما از طریق کامنت در مسائل یاد شده شریک بسازند تا ای که ما هم از دانش و از فهم و علم شما چیزی بیاموزم. تشکر بسیار.